ریاست تفتیشات ولایت تیومن روسیه پرونده‌های سردار سابق گبدد این ولایت الکساندر سلیونین و سابق سردار شعبه بین نویوی بخش امتحانات گبدد میخائیل ژگالکین و میانرو آنها را به دادگاه سپرده است. ژگالکین به 38 حالت و سلیونین به 12 حالت فروش غیر قانونی حجت‌های رانندگی عیبدار می‌شوند. از مواد پرونده‌های آنها برمی‌آید که اکثر مشتریانشان مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان بودند. سلیونین برای مثال به ساختمان گاراژ و یک بیسیدکا در حولیش مهاجران را جلب کرده برای آنکه به آنها پول ندهد به جای پول کارشان به آنها اجرت‌های رانندگی میداده است. حالا همه این مهاجران برای خریدن پروه محکوم شدند، از جمله صاحبکار نظامجان ترسونوف که بین سلیونین و ژگالکین و مهاجران مشتاق گرفتن حجت‌های رانندگی روسیه میانروی میکرد به 4 سال زندان و دست کم 3 مهاجر از جمله فریدون محمدجانوف و ایران خدایاروف که برای عوض کردن حجت‌های رانندگی کشور خود به حجت روسی هر کدام 50,000 روبل دادند 2 ساله حکم شرطی گرفتند. روز احرار و هم که برای پروه به ژگالکین 60,000 روبل داده بود شرطاً به 2 سال زندان محکوم شد. ریاست تفتیشات ولایت تیومن خبر داد که ژگالکین بر اساس قسم 3 ماده 209 کودکس جنایتی روسیه به گرفتن پوره عیبدار می شود. به او تا 2 میلیون روبل جریمه و یا از 3 تا 8 سال زندان تهدید می کند. به میانرو او بر اساس قسم 2 ماده 291 تا 1.5 میلیون روبل جریمه و یا از 3 تا 7 سال زندان تهدید می کند. بنا به خلاصه تفتیشات ژگالکین از ماه فوریه سال 2019 تا بازداشتش در ماه دکبر سال 2020 توسط میانروها به شهروندان پیشنهاد میکرد که می توانند به آنها در گرفتن حجت رانندگی بدون سپردن امتحان کمک کند. او برای این به زیردستانش روی خط میداد که ها باید صرف نظر از آنکه قاعده های راه را میدانند و یا ماشین راندن می توانند یا نه باید از امتحان گذرند. زیردستانش بعداً در بیانات خود گفتند که چنین مثال‌های پروه گرفتن افرادی که توان راندن ماشین را نداشتند و قاعده‌های راه را نمی‌دانستند زیاد بود، ولی آنها به اجرای فرمان‌های ژگالکین و سلیونین مجبور بودند چون که می‌توانستند اجرای کارشان پیش کند. ژگالکین بعد بازداشتش هم میانرویش و هم سردار خود را فروخت. سلیونین در اول دست داشتنش در فروش حجت‌های رانندگی رد کرد و می گفت که ژگالکین او را تهمت کرده ایستاده است، ولی ژگالکین بیانات داد که از نام سلیونین به پیش او ترسونوف می آمد و می گفت که سردار گبدد برای آنکه برای ساختن گاراژ و بیسیدکاش از پول خود صرف نکند به جای پول حجت رانندگی می دهد.